آی ملت افغانستان، اقبال لاهوری شما رو از شما امیدواره. من نمیدونم چرا. میگه آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در این پیکر دل است. تا دل آزاد است آزاد است تن، ور نکاهی در ره باد است تن. از فساد او فساد آسیا، در گشاد او گشاد آسیا. اگر افغانستان فاسد شد، اگر جوانان افغانستان فاسد شد، شک نکنید کل جامعه اسلامی، کل کشورهای اسلامی به فساد کشیده می شود. این رو یک افغانی نمیگه، این رو از روی تعصب نژادی و میهنی نمیگه. اقبال اهل پاکستان است و بنده از ایران آمدم این حرف دارم میگم با افتخار که اگر ملت افغانستان فاسد بشه، تمام کشورهای اسلامی به فساد کشیده میشه. نکته افتخار آمیزش اینه که اگر ملت افغانستان بیدار شود، هویت خودش رو پیدا بکند، مردان او دو مرتبه زنده شود، محمد ابن قاسم ثقفی ها در اونها احیا شود، در اونها امثال عمر مختارها احیا شود، به خدا قسم نه تنها فقط کشورهای اسلامی بلکه کل جهان رو به زانو در خواهند آورد.